این مؤسسه تعلیمی و استحصالی نابینایان شهر ҳисор است که زمان یکی از کارخانه‌های معروف در کشور بود و در آن تا 800 نفر کار می‌کردند که 600 کس نابینا بودند. حالا از دستگاه‌ها در اینجا نمو نشانه نماندааст و بناهای آن در حالت سدامавӣ قرار دارد. تنها چندی از اتاق‌های این کارگاه را برای استحصال در و دروازه به اجاره دادند تا توانند مبلغ اندازها و معاش را پرداخت کنند. با دیدن این منظره کس باور نمی کند که زمانی در آن قریب 50 نمود محصولات استحصال می شد. زمانی در این مؤسسه قوطی برای چیزهای مختلف، سرپوش‌های بنکه و شیشه‌های گوناگون، سیمتور و قالین‌های راهرو، شیادگاه‌های فرش‌رویی و لباس‌دازکنی و غیره استحصال می شد. исрофил Содиқов директори این مؤسسه گفت سبب اساسی валангор شدن و از کار ماندن کارخانه کمبود مبلغ و نبودن خریدار است. مشکلی اساسیش همینه که دستگاه‌ها یگان دستگاه نمونده، همش فرسوده شدن، تمام شدن، نصف نابود شدن. دیگه همون بیناهای انشاءاتایی که باید ما اونجا کار کنیم همش تعمیر طلب شده. و سوم اینکه نبودن مبلغ باشه. انشاءالله یک کم مثال یه مبلغ که شد مثال کار کنیم استحصال کنیم اون درآمدی مثال صاف نمی کارخانه دارن چیزی پریود که اومد ما مثال یک بار نیو مثال 5000 کوادرات تعمیر میکنیم. فروپاشی کارخانه سال 2000 آغاز شد و دوام 2 سال آن پر از فعالیت باز ماند. حالا در مؤسسه 40 کس به حیث کارمند نامنویس شده، 3 نفر بنابر مشکلات مالیوی به رخصتی به‌مزد فرستاده شدند. از 10 کارمند 5 نفر نابینا می باشند که آنها هم معاش خود را سری وقت گرفته نمی توانند. یعنی 50% کارمندان این کارگاه را شخصان نابینا تشکیل می دهند. این یکی از طلبات‌های فعالیت صاحبکاری اجتماعی است که تاجیکستان نقشه دارد در این رابطه قانونی علاهیده قبول کند. نوابسته از مشکلی‌ها رهبریت کوشش می‌کند که هر ماه اندازه اجتماعی و فوند نفقه کارمندان را پرداخت کند. 3 نماد انداز بسپره یک اندازش نفرایی که همیشه کار میکنن بیدوا هستن و از صبح درآمد ما شکو اما نواب پدخواه اون رو بگنن بعد با شخص برای آدم استانی بعد اندازی چی بسپارم 20% فوندی نفقه بعد اندازی 2% با بسپارم 12% چی 20% شده نه 3 نماد فوندی نفقه و بعد اندازی نفقه و 2%ش اندازی نفقه از فوندی نفقه و هیچ چیز از درآمد نخور. نابیناها گروهی معیوبی یکو اوضاع داره. فقط اندازه نفقه 2% را بسپاریم. تمام. ای 20% و 12% اوضاع داره. گروه معیوبی گروهی دویو. مثال موزی اخر موزی 70 سومه 720 یک طرف میکنن و قیمت چند سیمون رو بشه از اول باید خودم باشه تا 15 مهارت مونه نتونسته باید ما 15 تا 29 باید هر از 5 بار تیتون بیا بیا شدی اکا بیا شدی ای بچه خوب من حاضر هیچ کار نمیم فقط یک تک چی داره ما اجاره کارو بود که هم بیرون میتونده نه تا من چی میتونده. مساحت عمومی کارگاه 14 هکتار را در بر گرفته. اینجا غیر از خوابگاه رایگان برای نابینایان، کتابخانه، خانه فرهنگ و یکچند انشاءات دیگر نیز موجود است. حالتی کنونی کتابخانه و خانه فرهنگ و خوابگاه نگران کننده بوده، هنگام بارانگری ها بامی آن می چکد. ساکنان خوابگاه نگرانی کردند که کسی کمکشان نمی کند و حداقل سیخ فعالیت نمی کند تا توانند زندگیشان را پیش برند. در خوابگاه 11 عائله زندگی می کنند که اعضایان 5 عائله نابینا می باشند. آنها رایگان استقامت می کنند ولی پرداخت برق و دیگر خدمت رسانی های کمونالی بر عهده خود آنهاست که به حساب میانه از 100 تا 300 سامانی را در یک ماه تشکیل می دهد. در زمان شوروی در کشور 14 مؤسسه های تعلیمی و استحصالی برای شخصان آسیب پذیر موجود بود که در آن صدها نفر از قشر آسیب پذیر جامعه زندگی و کار می‌کردند و محصولات استحصال کرده آنها خریداران زیاد داشت. چون این مؤسسه های تعلیمی استحصالی خود مبلغ گذارند. این یک نمود صاحبکاری اجتماعی است که شخصان امکانیتشان محدود معیوبان و قشر آسیب پذیر جامعه فعالیت می‌کردند و هم یک مشکل جامعه حل می‌شد و هم فایده به دست می‌آمد. با پشت خوردن اتحاد شوروی این مؤسسه های تعلیمی و استحصالی در کشور باقی ماندند ولی وضع اکثر آنها مؤسسه نابینایان ҳисор را می‌ماند.
ولی исрофил Содиқов باور دارد که اگر به آنها قرض امتیازناک جدا کنند، دوباره امکاناتی به کار درآوردن مؤسسه مذکور پیدا گردیده شخصان نابینا با جای کار تامین می‌گردند. قرض امتیازناک که با مهلت یک درازتر سال فرض کنید 2 سال یا 3 سال ما را نگویی که برگرداندن اما کریدیت سر نکنند. ما در مدت 2 سال 3 سال خودمان را برقرار کنیم، اشیای خام، دستگاه‌ها همه چیز بیاریم کار سر کنیم. ما خودمان بعد از 2 سال 3 سال وقتی که محصولات استفاده میکنیم میفروشیم، ما همون فایزی که هر ماه نه، ما بر زیاد هر ماه برده باید بتیم هم قرض تستر حرکت میکنیم که تستر خلاص شدیم. چون که برای دوام دادن استحصالات با ما پولمون باید مبلغ هم باشه. بنابراین خیلی تو اگر همین اگر حکومت دستگیری کنه چیوان همین من همین که جایی نروید اساس پوله مبلغه. او انتظار دارد که قانون درباره صاحبکاری اجتماعی در کشور قبول می شود و آن یک زمینه برای دوباره به کار آغاز کردن این مؤسسه زمانه مشهور می گردد.